خون به ناحق ریخته الهی رو کی انتقام میگیره؟ خدای منتقم با اسم عزیزش و با غلبه‌ای که و یقینا هم میکنه. خدا حتی نسبت به یک کودک که به ناحق ولی الهی ریخته میشه این حرف رو داره. بعضی جا انتقام خدا خیلی شدید میشه و گاهی زمانه رو تغییر میده، گاهی کل زمانها رو تغییر میده. خونی که بسیار شریف الهی است، اونجا یقین داشته باشید خدا انتقامش کل زمین و زمان رو تغییر میده. در باب سید الشهدا شنیدید از او به چیز یاد میکنن سار الله. خدا خون حسین ابن علی رو خون خودش میده، یعنی نسبت الهیه. این خون که ریخته میشه خون خدا ریخته شد. از اون به بعد خدا غیرت میورزه. غیرت میورزه چه میکنه؟ خدا گفته من انتقامش را میگیرم تا روز حضور حضرت حجت. یعنی تمام زمانها رو تغییر داده. سرورانی که سنی ازشون گذشته، اول انقلاب یادتون هست ما با ادبیات همین حسین ابن علی و خون حسین ابن علی شور در ما ایجاد میشد. این شور حسینی شد شور ما. الان هم من معتقدم اون چه در اینجا الان داره میگذره، در این روزها، در این 40 شب داره میگذره، یک شعبه همین معناست. یعنی همون شعبه حسین ابن علی است. خون خدا ریخته شد. تا خون خدا ریخته میشه غیرت میاره. غیرت میدونی چی کار میکنه؟ حرکت میاره. غیرت میدونی چی کار میکنه؟ تکان میده. غیرت میدونی چی کار میکنه؟ شرایط رو تغییر میده، وضعیت رو تغییر میده. این اسم عزیز ذوالانتقام این کار رو میکنه، مخصوصا اونجا که خون به ناحق ریخته میشه، خون الهی. تا چنین میشه خدا چی میگه؟ میگه من غیرت میورزم. من غیرت میورزم. غیرت میورزم یعنی چی؟ یعنی انتقام میگیرم. این خون به ناحق ریخته اینجوری ریخته بشه، برای خدا حرکت کرده. در این جهان پر از تاریکی یک نور هست که در کل عالم درخشیده است، از همون بیت ایشون بود. خدا شاهده اینجوری بود و ایشون بود محور همه رو راه انداخت، همه رو حرکت داد. گویا از اینجا نور به همه عالم پخش شد. خدا گواهه تا چنین میشه، چنین عظمتی میشه، این خون ریخته میشه، خدا میگه من انتقام میگیرم.